تتو چجوری زده میشه؟ جوهرش به کجای پوست تزریق میشه که باعث میشه بعضی از تتوها تا آخر عمر موندگاری داشته باشن؟ و آیا تتو سرطانزاست؟ پوست ما از 3 لایه اصلی تشکیل شده. لایه خارجی اپیدرم، لایه میانی درم و لایه زیرپوستی هیپودرم. اپیدرم حدوداً 50 لایه سلولی داره که ضخامت همشون روی همدیگه فقط به 0.1 میلیمتر میرسه. سلولای قسمت پایین اپیدرم دائما در حال تقسیم شدنن و با به وجود اومدن سلولای جدید، سلولای قدیمی به سمت بالا هل داده میشن. این روند همینجوری ادامه پیدا میکنه و سلولهایی که به سطح پوست میرسن به خاطر فاصله گرفتن از رگهای خونی مواد غذایی کمتری بهشون میرسه و میمیرن. همین سلولای مرده هستن که لایه محافظتی روی پوست رو تشکیل میدن. با این توضیحات میتونیم نتیجه بگیریم که اپیدرم اصلا جای مناسبی برای تتو نیست، به این خاطر که هم نازکه، هم سلولاش دائما در حال نو شدنن و تتو ماکسیموم 4 هفته میتونه دووم بیاره. بریم سراغ لایه دوم یعنی درم. این لایه همون جاییه که تتو آرتیست جوهر تتو رو توی اون تزریق میکنه و پر از ساختارهای مهمه. بافتای نگهدارنده پوست، شبکه متراکم از کلاژن، رگ‌های خونی خیلی ظریف، گیرنده‌های عصبی، ریشه‌های مو، غدد عرق و تعداد زیادی سلول ایمنی. سوزن تتو توی هر دقیقه بین 50 تا 3000 بار پوست رو سوراخ میکنه و جوهر تتو رو وارد بدن میکنه. چون یه ماده خارجی وارد بدن شده، سیستم ایمنی بدن وارد عمل میشه و گلبولای سفیدی به اسم ماکروفاژ رو به محل آسیب هدایت میکنه. ماکروفاژها هر ماده خارجی مثل باکتری، ویروس، سلولای مرده یا همین ذرات جوهر تتو رو میبلعن و سعی میکنن با تجزیه و هضم اونها بدن رو پاک کنن. اما اینجا یه مشکلی وجود داره. جوهر تتو از رنگدانه ها، پلاستیک ها و ذرات جامدی تشکیل شده که هم به خاطر جنسشون و هم به خاطر ابعاد بزرگشون ماکروفاژها توانایی تجزیه و هضمشون رو ندارن. اینجاست که سیستم ایمنی بدن شکست میخوره و تاکتیک رو عوض میکنه. ماکروفاژها با بلعیدن و محاصره کردن ذرات جوهر اونها رو زندانی میکنن تا از پخش شدنشون توی بدن جلوگیری کنن. بنابراین ذرات جوهر تتو بین میلیون ها سلول ایمنی گیر میکنن و تقریبا برای همیشه اونجا میمونن. پس هر وقت که به تتوی قشنگی که زدین نگاه کردین، بدونین که این سلولای ایمنی بدنتون هستن که اونها رو سالم و ثابت نگه داشتن. و لایه آخر هیپودرم عمدتاً از بافت چربی تشکیل شده و اگر جوهر تتو وارد این لایه بشه، اصطلاحاً بلاو اوت رخ میده و جوهر پخش میشه. مهمترین نکته توی تتو زدن انتخاب یک تتو آرتیست حرفه‌ای و معتبره که از مواد مناسب و سالمی استفاده بکنه و اینم باید بدونیم که هنوز هیچ شواهد قطعی برای سرطانزا بودن تتو وجود نداره.